آقای اکرم، هممون در داخل یک دروغ بزرگ قرار داریم. این نبیرتون زهرا کو هممون رو فریب کرده است، از همه زیاد شما رو. تو چی گفته ایستاده ای؟ این من چه گفته ایستادم؟ عشق اینها، ازدواج اینها، همه چیز اینها دروغ است میگویم. همش همه چیز اینها ساخته بوده. نمیدونم قسم میخورم. دامولازیا فاتحه شده ساخته زهرا بوده است. چی میگویی تو؟ زهرا، دامولازیا، گفته های این زن راست است؟ نه بابا جان، این خیلی نیست. این زن دروغ گفته ایستاده است. من هم نفهمیدم بابا جان چی میگوید. این سفسطه است، سفسطه. ما هم دیگرمان رو دوست میداریم. بله آقا، یک دیگرمان را دوست میداریم. حتی روزی نکاح رو در 3 روز معلوم کرده بعد آینه دور میشویم. همین خیلی نیست زیا جان؟ بله آقا، ما در دوام 3 روز نکاح کرده بعد آینه دور میشویم. این را به شما گفتنی بودیم، خواستیم سورپرایز کنیم. چی این قدر زنی دروغگوی هستی ها؟ چی سفسطه گفته ایستاده ای؟ این چی خیل تهمت ناشدنی است؟ ای آقای اکرم، این خیل نگویید. شما مرا هیچ نشناختید مگر من دروغ میگویم. دروغگوی اصلی این نبیره شما و داماد ساخته شماست. یعنی اینها همه ما را آشکارا فریب کردن. خدا را شکر که در دستم دلیل دارم. آن چیست؟ این چیست؟ حالا این را گوش کرده که دروغگو بوده است و که راستگو همه‌اش را میفهمید. این چیست؟ اما این خیلی نبود. نه این نبود، در حقیقت این نبود. اما چی؟ تو مرا احمق گمان میکنی ها؟ این چی سفسطه است ها؟ ایلتماس با من باور کنید، با گوشهایم شنیدم. این خیلی چیز نبود، قسم میخورم. زهرا با دامولازیا ازدواجی ساخته برپا کردنش رو گفته ایستاده بود، با گوشهایم شنیدم. بس کن، خاموش شو. چرا اینقدر دروغ گفته ایستاده ای؟ پدر جان، ایلتماس مرا گوش کن. مرا پدر نگو. نبیره یگانه‌تان با آن دامادی دوست داشته ای آینده‌تان بسیار بخشش شو، اما شما رو احمق کرده ایستادن. احمق. بس کن، تو شرم نداشته دروغ میگویی ها؟ به خدا گپ ندارم. دیگر گپ نزن. زهرا بیا برای تو تیاری میبینیم. ملیس دیوانه شدی؟ چیکار کرده ایستاده ای ملیس؟ ای چی شده است مادر؟ زهرا لطفاً پنیسیلین برخیز. ملیس سفسطه نگو، شما مگر دیوانه شدید؟ ملیس تو چیکار کرده ایستاده ای ملیس؟ مادر چی شده است؟ بیا زهرا. باورم نمی آید. دیوانه میشوم.
درباره یک مسئله مهم گپ زدن میخواهم. مسئله مهم؟ درباره چی؟ درباره ازدواج ساخته‌ای که با داملو زیو میکنی. درباره ازدواج ساخته‌ای که با داملو زیو میکنی. مادر جون بیاین التماس بیاین. ای نلی سرده مرا سرده یعنی سمی بیا بیرقصین. با فکرت از عهده‌اش میبر اومده باشه ملیس. با شما باورم نمی آید. همتون ساده هستید ساده. ها آدمی با عقل اینجا تو هستی ها؟ ای باطنی تو فساد است. اینها در دوام 3 روز آیله دار میشن، حالا هم آنها را تهمت میکنی. ای شرم داره. خانم زهرا در 3 روز چخیل آیله دار میشویم. کمتر با منطقانه فکر کنید. آخر این کار چخیل میشود. چی کار کنم داملو زیو؟ یعنگم همه چیز رو فهمیده از نمیبینی مگر مجبور شدم. از کجا فهمیده باشد آخر؟ من از کجا دونم؟ برقص خدایا توبه. انا دیدید فرزندانم، همه به خورسندی شما حسد میبرند. بله 3 روز بعد آیله دار میشوید. اکنون هیچ اهمیتی ندارد. قطعا یگان کمبودی نمیخواهم. فهمیدید؟ فهمیدیم بابا جان. البته آقا البته. عالی جناب مرحمت کن. برقصیدن میشود. مرحمت. هاپا من به نماز میروم. باز طهارتم نشکند. خدا از شما راضی باشد. از شما مرحمت. نه آقا از شما گذر. خانم زهرا مگر چیکار کردنتون را میدونید؟ داملو چند بار با شما گویم مجبور شدم آخر. مجبور نیستیم خانم. تورین این واقعی ساخته بودن ازدواج را اثبات کرده نتوانست. یعنی سراسیمه شدنمان لازم است مگر؟ داملو چه خیلی سراسیمه شدن لازم نیست. با بابایم در داخل 3 روز وعده دادیم آخر. گفتم نه شما گفتید آخر. یا خدا داملو شما کمتر پیش به بابایم مرش گفتگی نبودید مگر؟ گفتم اما یعنی برای به شما کمک کردن گفتم. گوش کنید این واقعی آیله داری بسیار ناگهانی شد. من در حقیقت به ازدواج کردن تیار نیستم آخر. این چه خیلی گپ تیار نیستم آخر ما ازدواج نمیکرده ایم داملو. از بین رود آخر. از بین رود؟ خانم زهرا گوش کنید آخر. داملو هر دفعه به من نگوید که خانم زهرا گوش کنید. گوش نمیکنم. گوش کردن هم نمیخوام. شما ما را گوش کنید. فهمیدید؟ مرحمت گوش میکنم خانم. حالا این گپی دیگر مسئله را درست نمیکنیم. حالا چی کار کردنمون لازم است رو قرار میدهیم. چیکار میکنیم؟ نفهمیدم. داملو گوش کنید. مادامی که ازدواج ما ساخته برپا می شود پس نباشد ما یک کارمند نگاهی ساخته مییابیم. من در حقیقت شما را در حالت ناگزار مانده نمیخواهم. این کارو به ذمه من گذارید. تمام من حل میکنم. خدا که بسیار راحت کردم. دیدی مرا بسیار آرام کردید. نمیارزد. خواهش میکنم. فقط شما داملوی ساخته میشوید. داملوی ساخته؟ بله بابایم بعد از نکاح رسمی انیق نکاح دینی میخواهد. خانم زهرا یعنی من داملوی ساخته شده نمیتوانم. من با این خیل کارها سر و کار ندارم.
ای من با نکاحی ساخته کننده بسیار سرکار میگیرم، اما یگان راهشو مییابم. نمیشود خانم زهرا، نمیشود. چه خیلی داملای ساخته؟ من آخر یک شخصی صاحب احترام و آبرومند دینی هستم. یعنی این چه خیلی میشود؟ دامولا شمایید. اگر وظیفه ها را تقسیم کنیم، داملای ساخته رو باید شما بیابید، فهمیدید؟ ой باورم نمیآید، باورم نمیآید. این فلش کارت رو کی عوض کرده باشد؟ چه نگاه داری میلیس؟ با من باور نداری ها؟ مادر آخر موسیقی رقصی صدا داد. ممکن زهرا عوض کرده است، ممکن آن موسیقی را زهرا گذاشته است. اوه کاشان فلش کارت رو یک ثانیه از دستم دور نمیساختم. این سری به عقل من این رو به نظر نگرفت، کار نکرد. این دفعه یعنی کلای من کار نکرد. بلازم. اوف مادر چی گفته ایستاده ای؟ میلیس گوش کن عزیزم، با گوشهایم شنیدم، با گوشهایم این ازدواج ساخته است، ساخته. مادر جان مگر خواب ندیده باشید؟ میلیس چی خیلی خوب، چی خیلی خوب. هی مرا دیوانه میکنی، اما دیر یا زود آشکار میشود. میبینی چی خیلی که نباشد آشکار میشود. ها زهرا جان، این داملازیو رفت درباره نکاح گپ زدی. راستی قدر بر وقت اویلادار شدنتون رو نمیدونستم. حیران شدم، گویم خطا نمیکنم. از پشت طولین آخر من نفهمیدم. آخر ازدواج ساخته برپا کردن ما رو با او کی گفته است؟ اون ثبت آواز چی بود؟ اون موسیقی که ما رقص کردیم؟ نفهمیدنت بسیار خوب است. گوش کن. شخصی که با او باید ازدواج ساخته برپا میکردم شخصی بسیار باوری نک می بود. شخصی می بود که با من کار نمیگرفت. زیاد باشد همچون یک داملای مسجد، اما این واسطه بود و بس. بله. گپایی که در ماشین امک فاروق گپ زده بودیم و تنها تو و من در ماشین یک فاروق جهازی ثبت کنی بوده است. خانم طولین گذاشته است برای اونی که گویا او را فریب میکرده است، یعنی برای دستگیر کردنش، اما ما را دستگیر کرد. باورم نمیآید. خوب که این رو پای برده هرچی زودتر مداخله کردم. زهرا جان، این را گرفتن نابود کن. اگر به دست یگان کسی دیگر رفته بسیار خطرناک میشود. دیگر حتی من تو رو نجات دادن نمیتوانم. سمی در حقیقت تشکر زیاد درستی حیات ما رو تو نجات دادی. طولین این رو با بابایم میگذاشت چی میشد؟ من هیچ تصور کردن نمیتوانم. تنها برای تو. تشکر زیاد. امروز حیاتت رو نجات دادم. پگاه عاشقی حقیقیت میشوم. کمان داملازی همسری ساختن، اما من همسری حقیقیت میشوم. زهرا جان، من به حجرم برایم. مایل زهرا جان، برو از پیکارت شد. یک نسخه اش در بند ماند برای روزهای سختی. شوکت با این تقاضای حیات را بینه. یک وقت ها دوست، حالا باشد امامی ساخته. از راستی اویله دار می شومی. کیلر جان آوازو دیگه شده یا گوشوی مهمتری صدا نیست؟ از هیجان ازدواج البته آواز دیگر می شود. انا دیدی برکتی نکاح دیگه آوازو گیزله شده. انا ینگه زهرا به تو عاشق شده، اویله دار می شود. بعد از 10 سال کمانده ریال کلتکلس می شود. تو چی سفسطه میگویی؟ این کار با زهرا نمی شود. جنیفر لوپس به من عاشق می شود، اما زهرا به من عاشق نمی شود. اوه جنیفر لوپس میگی؟ او عروسی برید پیت نبود. اومده گنده مقل بودو خوز پید نکرم که برید پیت گرفته که چیکار کنیم؟ ای برادر تو چرا فکر میکنی؟ من نفهمیدم. داملازیو من هم شما رو میجستم. هجری قسمی آغازش را میگذاریم و تو راست سوالت را پرس. سوالت را نمیپرسی؟ نه داملو، من به شما سوال ندارم. خدای توبه. بله داملو. شوکت، آن چی من شنیدم تو هم شنیدی؟ برادر با فکر من بچه و قصاق نیست. قصش شروع ببزن. هجری تو حالا در حقیقت از من سوال نمیپرسی؟ نمیپرسم. پسرم تو خوب هستی؟ خدا را شکر من خیلی خوبم. شما خوب هستید داملو؟ خوبم یعنی یگان در نداری ها؟ نه من خیلی خوبم خدا را شکر. تنها بلنگو یک ویران شده است. بلنگو یک؟
домуло балангӯя ки маҳалла вайрон шудааст. овоз ҳам намебарорад ва ман зуд назди шумо омадам. ба худо дар инҷо ягон чизе соз набудааст. ақламро гум мекунам. ин чӣ хел макони мушкилидор будааст? майла шиҷирӣ, ман аз назар мегузаронам. домуло ягон устод ҷиғ занем, чӣ мегӯед? чӣ хел устод писарам? ду симро якҷо мекунем, мешавад соз. ҳал мекунем. манам мерам ботоқ назанад бумрӣ. набошад ман асбобҳоро гирифта меоям. майлаш? хуб биё. майлаш тавостед. майли аҷиб, ин дафъа савол напурсида рафт. бисёр аҷиб. гуфтам ку соқ нестай. بلال زاره ساقی مای بیاره پر کنه همه جامم شوکت. خیر یک بارا بیاید دستها با بالا گوی و مردم به رقص درآیند. های گله شوکت وای پسر تو چیکار کردی صدای آخر؟ ای برادر میکروفون دیدم کیف حافظی مومن من بخونم کو از صدرالدین زورتر میخونم کل صدای بار. وای شوکت در حقیقت بعضن از حد زیاد سفسطه میگویی. ای خدایا توبه. آخر خودمون یک دنیا کار داریم. جای آوازش ساز است که این چک داشته باشد. این نفهمیدمش. تو چرا فهمیده بودی برادر؟ یک دو سه. دختر رو بینه در موضوع نکاح برای داملای ساخته شدن مرا مجبور کردی. خدایا توبه. ای برادر به همه تزریق شدی. تو نتونی من خودم نکاحتون میکنم. این پرابلم نیست. شوکت حالا من از کجا داملا میابم؟ برایش هرچی زودتر یک داملای آسان در کار است. اینجا چی گپ است؟ داملا زیاد است. مهمونان گرام مقدار همه شما رو باید توی خانه خوش آمدید میگوییم. یک دو سه. با فکرم داملازیا بلندگویک رو تعمیر کرده است. بله اگه خلیل. نشد برادر نشد. ای خدایا توبه توبه. برادر همه نکوی خودت کنی نمیشه با این چی خیل گپه؟ شوکت تو بسیار گپ نزن. هر چی زودتر یکون کس را یافتن ما شرط است. تو یکون شناس نداری؟ یک جوره داملا دارم آخی اما با توی اوف از دهان زهرا هم چرا 3 روز برآمده؟ راستی من خودم هم گرم شدم. چرا زهرا چنین گفت؟ ینگه ما یته او در گرم نیست بخیر. این چی کار کرده ایستاد است؟ حالا همه محله ازدواج ساخته رو میفهمد. ای برادر بسیار بوی من نکنم میبینیم تا یکون کس آخی. شوکت هر چیز زودتر باید یگون کس را یابیم. مرا گوش کن. یک کس را میابیم اما یگون کسی که با ترتیب باشد. فهمیدی؟ هیچ نباشد یک فاتحه همی یک قرآن خوانده تا. ای برادر تو هم بسیار گفتی. یعنی که بوده آخی ساخته؟ مانده نباشید. بده هجری بده. домуло дигар лозим нест. таъмир кардед ку? چی خیل؟ چرا تعمیر کردیم؟ домуло овоз меравад. гапҳоятонро тамоми маҳалла шуниданд. устод овозатон каме тағйир ёфтааст. آوازون دیگه ممکنه که خیلی خاموش. салом алайкум мардуми маҳалла. ба ҳама рӯзи хуш хоҳонам. ман ҳиҷрӣ ҳастам. جماعت عزیز ساکنان محترم محله چون بلندگویک را تعمیر کردیم این را اعلان کردن خواستیم که نکاح با خانم زهرا برپا میکنیم تمام اهل محله را دعوت کردنی هستیم با محبتی بی‌پایان کنی بینیم داملو رو بین عشقش رو به همه اعلان کرد به خدا قندش رو زند شوکت عجبا این مسئله رو فهمیده باشند نه اگر میفهمیدن هجری بای ما میگفت از هجری میفهمیدیم اوه با هجری اگر 1000 سال گپ زن از او هیچ چیز نمیفهمی چطوری او پسری عجایب است یعنی اگر مرا در اینجا در کیف و صفا بیند آمده سوالش را پرسیده پروایی ندارد مهم که سوالش را پرسد این شاگردم رنگ خود آوازو شالیش کرده بله دامولا چشم نرسد از دستتان تعمیری خوب هم اومده است بله می آید روزهای خوش روزی خوش روز بخیر نه اینها هیچ چیز را نفهمیدند نموندی که همجا یه حافظی کنم خیلی میرم کار دارم تو در روز بخیر کجا میروی؟ کار دارم میگم تو چی کار داری؟ کدام وقتی که کار دارم گفته گم شوی تا سحر خوابم نمیبرد سری مرا در بلال نگذار شوکت ای برادر یا چی وایما کردیده یا جوره دارم در بازار توچکا داره سومکا پونکا میفروشه بچهش کسل شده با جای همون برام یک دستم کار کنم رو شوکت رو
رو ای از سحر باز امام ساخته لازم است امام لازم است گفته ایستادم هیچ پروایی نداری کلاس من این کار حل کردم یه جورا دارم کنتوی بسیار زوره گفتم حل میکنه تو پرو نکن این ینگه زورو است که ایوا ای بچه عشق بین تو میگی دختر مرا دوست نمیداره اومده ترا در خنکیش داره برای بله راست میگی ای کنی زودتر گم شو خمه پس کار میشم با ینگه را خفه نکنی سلام خانم زهرا من هم شما رو انتظار بودم در آخر برآمده اید خیلی چیکار کنیم معلوم این هم کاری ماست یعنی شنیدم سمکه بیا سمکه داریم سمکه های ارزان داریم اپا بیا سمکه های همین فرزانه خورشید شبنم سوره یا نگین موقعا همش ایمه با نگویه که نفهمیدم سمکه بیا بازار کاروان خیتای بازار همش ایمه سمکه میبرن سمکه های کاجینی نستایشی دارم از سنی چیله بلوبای هیله با عروس شد دج ایمه سمکه میخره سمکه بیا ارزانش کدیم مدنه دلار بتیم نه یورا با پول خود ما میشوه دعا هم تیم میشوه با خودو یکان تلیفونی زورم باشه حلیش بکنیم سمکه بیا سمکه بیا سمکه بیا در میکنی با نگوی که سمکه را فروختی سمکه های ارزانی خوشروی اریگینال زلیخو دج علب پوگاچو و ایمه سمکه خریدگیه در این سمکه ها 10 کیلو کزمتیک را بار کنه تو بوتن نمیکنه گارانتیا داره یک تاش 1.5 سال گارانتیا داره بیا سمکه دا بیا اپا بیا سمکه نمیگیری سمکه را آخرش ماند بیا سمکه دا بیا برادر این مالی کجاست؟ سمکه دا بیا چیگه پای؟ برادر این نوعی دویم است؟ بیا سمکه تمام شد بیا اپا ما مالای نوعی دویم نمیفروشیم ایما همش اریگینال های تمام بازار گرد یکم خیلی مول نیست اگر حقیقی اش رو نمیدیدم باور میکردم این نمیخری چی وقت میگیری؟ سمکه دا بیا دمولا من با بابایم گپ زدم اون خیلی مراسمی دبدبناک نمیشود تنها یک نکاح ساده میشود و تمام به خدا که قلبم رو آرام کردیدی چی میخوادیدی؟ دیوانه شدید مگر؟ ای آخر وقتی که آوازتون رو از بلنگویک شنیدم هم ترسیدم هم شخ شدم شما هم ماشاءالله قریب بود که ازدواج ساخته رو به همه محله اعلان میکردید نقصی تکنیکی گوییم یعنی چیکار کنیم؟ تکرار نشود لطفاً چه نگاه دارید؟ کی؟ مرا نگاه داشته دومولو چرا شما را نگاه کنم؟ به شما همه خیلی نموده است به من چنین نمود من با چشمان خودم دیدم به من نگاه داشتید عجبا چرا دیدید خانم زهرا؟ مرا نگاه کردنتون رو از اونه که نگاه کردن مرا دیدید پس شما هم مرا نگاه داشتید یعنی تا نگاه نکنی نمیبینی؟ من نگاه شما را حس کرده به شما نگاه کردم دومولو کمی پیش به شما همین خیلی نمودار شده است گویم گفتید که با چشمانم دیدم حالا باشد حس کرده ایستادم میگوید این چه خیلی تضاد است دومولو لطفا سفسطه نگویید شما هم درست کردید کی من سفسطه گفته ایستادم در اصل شما سفسطه میگویید خانم زهرا هم گناهگارید هم گپ میزنید گناهگار گفته چی رو در نظر دارید دومولو این کار نکنید آخر مرا نگاه کردید اگر شما را نگاه کردن گناه باشد پس با شما ازدواج کردن جنایت است از برای خدا چون حالا بر وقت است بیاید از این کار دست کشید عزیزم ما در حقیقت ازدواج نمیکنیم ازدواج ساخته میکنیم تسلی یگانم همین است آخه تسلیت تو بله به من داد نزنید من داد نزدم شما داد میزنید یا خدا توبه چرا مرا نگاه دارید چرا نگاه میکردم به من نگاه کرده گفته نگاه کردم هم کسی که نگاه میکنه نمیبینه چی علاقه دارد به من نگاه کردنتون را به شما نگاه نکرده دیدم این را فهمیدم به صحبت آواره شدیم من باید روم معلوم باید به نماز رسم تا بازدید خانم زهرا یک روی بفهم ایستا گفتم پلیس ایستا نگویه ایست مگویم ایستا بیایید به این طرف
آی امانت در کجاست؟ امانت رو امانت کردم. آی تو امانت کی را به کی امانت میکنی ها؟ با من بازی نکن، سرت را جدا میکنم. نه یکا مگر این خیلی میشود؟ نوآوردنی بودم بعدم افتادم. پلیس از قفایم شدند. خلاص شوم گفتم. آی ابله بسیار گپ نزن. سمکه در کجاست؟ اکا من هم آخرین رو گفته ایستادم. از قفایم پلیس بود. من هم امانت رو آوردنی بودم. او را بپران. اکا در نزدیک سمکه فروش است. در سمکه فروش. چه سمکه فروش؟ آن سمکه فروش احمق کیست؟ نه اکا وای سمکه فروشی نغز است. اون سمکه فروش های بزرگ هستند کو. بعد از پلیس اون افتاد گفتن در بین سمکه ها گذاشتن. اوی تو چیکار کردی ها؟ سمکه رو در بازار پنهان کردی. اوی در داخل آن سمکه الماسی چند میلیونه هست تو میدانی مگر؟ اگر اون الماس ها رو نیابه تو رو نابود میکنم. کنی دوید رفته بیاره زود باشه. خیر جماعتی محترم. استاد یک سوال دارم استاد. بپرس هجری. استاد پلیس ایراد از موی هم باریک است میگوید. وقتی که از بالایش میگذرند نمیکند. یعنی هجری یعنی اگر با وزن نهایت از بالایش گذری البته که میکند. چه خیل گفته دومولا؟ یعنی این خیل آقای ایرج اگر با گناهانت با آن دنیا روی یعنی آن رسمان هم حد خود را دارد. قوت نکرده کمترش ممکن است. چون کنه چی میشود هجری بای؟ چی میشود استاد؟ با پایان میافتی؟ خدا نگاه دارد استاد. خیر برای نفتیدن چکار کردن لازم است؟ انا برای نفتیدن در تمام حیاتمان بسیار کارهای ثواب کردنمان لازم است هجری بای، چون که ثواب ها انسان را سبک میکنند. با این طور از گناهانت خلاص میشوی. چون خلاص شدی از پلیس سیرات با راحت میگذری. رسمان نمیکند. دومولا در کجا نوشته شده است؟ در کدام کتاب؟ یعنی ادبیات این کجاست؟ ای ایرج دومولا گفت کو دیگر در کجا نوشتنش رو چیکار میکنی؟ مگر این خیلی میشود که خلیل این گپ رو باری اول میشنوم. آقای ایرج شما مگر به پلیس سیرات باوری ندارید؟ چی علاقه دارد دومولا؟ البته باوری دارم، اما کندن پلیسی رو در کجا نوشته شده است؟ مگر این خیلی میشود؟ کندن پلیسی را در کجا دیده شده است هجری بای؟ به خدا استاد من پلیسی رو هیچ ندیدم. البته آن را دیده نمیتوانم هجری بای. آن را تنها پس از وفات کردن میبینیم. همین خیلی نه آقای ایرج؟ بله دومولا. از پلیس سیرات با ثواب هایمان نمیگذاریم مگر آقای ایرج؟ بله دومولا. من کمی پیش چی گفتم؟ استاد با ثواب گذشته می شود گفتید. بله دومولا همین خیلی گفتید. پس آقای ایرج چرا ناراضگی میکنید؟ خیر این خیلی باشد دومولا، من دیگر گپ ندارم. همین خیلی آقای ایرج همین خیلی. مهلش دومولا. خیر خوش باشید. خدای خوش دومولا. خدا شما خدا روزی باشد استاد. قلبم خیلی آرام شد. او به همه سوال جواب داد. سمکده بیو ارزون کردیم. سمکده بیو دیر نکنه. سمکده بیو. برادر گوش کنید. لبه اپا جان گوشم با شما گپ زن. این چند پول است؟ اپا مردک باری 100 سومونه برای شما 75 میدم. 75؟ چرا اینقدر گران است؟ کمی ارزون تر کنید. ای اپا جان چند سومی دیگه با ارزون کنم؟ 100 سوم بود 75 سومش کردم. این چرم اوریجینال اخی. ای مگر همه چرم حقیقی است؟ گویا که ما چرم را ندیده ام سونی است. دروغ نگوی. ای اپا چه خیلی دروغ؟ تو خیلی که من چرم میدونم چند نمود میشه در بازارش که نمیدونم. 3 نمود چرم میشود. یکم گوساله، دوم تایلق، سوم بوقا. چرمای من از هم از اون شایپا. این سمکه قبیلگی چرم خمیلون اپا. خمیلونی خیلی میشود در پیش میسی نمیبینی که امو رنگش دیگه میکنه. این رنگش کبود بود شما را دید سب سرخ شد. انا بازی خیلی دیگه بیسته ساوز میشود. لبوی خیلی میشود اپا جون. های بسیار تعریف کردی. این صدقه همه خیلی اکلاموم شویه. سمکده بیو که دیر میکنی دختر اپا. آفرین شوکت تو هم آدم میشدی. سلام علیکم نزدی تینجی برچکه. آفرین در حقیقت هم در کاری سودا بوده ای. تو اکو مرا پرورکه اومدی ها؟ چه خیل سنجی شبی گذشته سودا بودم گفتم یک خبر گیرم. یا چوی میزنی؟ چه خیل چون شوکت از پول دیگر کس نخور. این چه خیلی گپه من مهنت کردیستم برادر. میگم یک تا به زهرا هدیه گیرم اما لبوی تاش برای تو اجازه تا بگی. ای پوستی کلاس هم داره میگیری کلاس؟ اوه چی شد؟ این همیان خیلی زیبا بود است نه؟
با فکرم ینگر معقول نمیشه. این فالشیویه گفتن نمیگیره. چی خیر معقول نمیشود؟ پسر این اوریجینال است، حتی مارکه دارد. بیامو تو چی به من یاد میدهی مگر من نمیدانم که کدامش ساخته است و کدامش اوریجینال است. در حقیقت اوریجینال است. این را از کجا یافتی؟ کمرا بربینا اوریجینال پرگینال نیست. اینا رو خود تیار میکنه. یکی رنگ اوریجینال این اوریجینال است میگویم دیوانه. ای کجا میدونم مخی معقول شده باشه بگی بر با ینگر میشه. از راستی من این را به زهرا هدیه کنم. من در توی دیگه طوفان نمیگیرم. این میره بگی بر. این به او معقول میشده باشه. بگی سوزه میشه. تشکر برادر. خیر تا بازدید. گپ نیست. ینگر ایتانی من سلام رسون. ینگر گفته نیست. مرا دیوانه نکن. ینگر بین ینگر. خیر به تو براری کن. خمیله برا بگه میام. خیر تا بازدید. حد مود صدقه سمکه دا بیو سمکه های ارزون در اینجا اوریجینال ارزون قریب بپول. سمکه دا بیو برادر که تو پیرش نکنه برادر. یک تک تگیره برادر ما سمکه چای خوردکک جستجو داریم. سمکه چای مایده این حوز یکه انا که دو تا یافتم اوریجینال سمکه های زوره کجای تازه خمیلونه در دست بگی بگرد لوبوی عروس ادمود میشه اکا اینش نمیشود. شما دا چی خریدار کوره براتان؟ با خدا قسم میخورم که در اینجا بود. این رو بمونه به سردار میفهمونی. گوش کن برادر. در زیر این سمکه یک سمکه سفید نبود ها؟ اکا من از کجا میدونم؟ همه قبول دارم. مرحمت بینی؟ پلیس رو بگوزیم. سمکه دا بیو ارزون کدیم. سمکه دا بیو بیا کماندیر. رخصت نامه رو برار. چی من ضرورم کماندیر؟ برادر رخصت نامه سودا رو برار. ها رخصت نامه کماندیر این توچکه من نیست. ایا جورا ما این روز کم درش نبرم من برامدم بجور. خودش در کجاست؟ کماندیر من نمیدونم او در کجاست. کسل اوخی مرا گفت که بجام برام. ما هم گفتم دارم کریز زیادوس کار کنیم اوخی برادر این حال رخصت نامه داری یا نه؟ کماندیر اینم حوزه یگان رخصت نامه ندارم. اینم بگی یگان سمکچه بگی برات تو هم زندگی تا بینوخی. با ما رشوه میگویی؟ اینجا را جمع کنید بچه‌ها. رشوه؟ هم رخصت نامه ندارد هم رشوه پیشنهاد میکنند. اینجا را جمع میکنید. ای کماندیر چه خیلی تو نادرست فهمیدی. من رشوه نه پدرکه کردن. او چی جمع میکنه اینجا را؟ یعنی بچه‌ها جمع کنید اینو. جمع کرده. اکنون چیکار میکنه؟ چیکار میکنه؟ از کافویش میره. دیگر چاره نداری. ای خیلی نکنه مورم گفتم یا بابرانی حلال بخوریم. وای دومولا خوب هستی؟ سعید جان کارم بسیار است. با تو سر و کار بیفته نمیتوانم. بیا پینالتی بزنیم. اگر باید دیدی سمکچه تا میگیرم. همیان را؟ بله. تو این همیان را چیکار میکنی؟ بسیار قیمت به تو. اگر باید بتی با فایده من میشم. یا خدایا توبه. اگر من غالب شوم تو چی میدهی؟ دیگه تو را هم نمیتونم میشوم. خدا شرطی زیرو اما این همیان هدیه است. به تو داده نمیتوانم. مایلش دوملو زود غمگین نشه. بیا بازی میکنیم. نترس سمکچه تا نمیگیرم. اگر باید بتی یه تشکیلی زور میکنیم. ای خدایا توبه. این تشکیلی گفته بیزارم کرکو. مایلش اما گوش کن 5 تا زیاد است. 3 تایی میزنیم. مایلش مایل گپ نیست. اول تو سر میکنی. اختجار که چیکو تو قش نشه. این کار بین ما و دوملو. به دروازه گذر. تو با کی سبقت میکنی ها؟ تو برو پارتا. سعید جان گوش کن. از اول میگویم گریه نمیکنی. تیار هستی؟ سعید جان پدر و مادرت اومدن کن. تو اونها را اهمیت دادی دوام ته. چه خیلی اهمیت دادی همه؟ تو چه خیلی کودک هستی آخه؟ چی ترسیدی؟ بیا بازی کنیم. گلی سعید جان اینجا چیکار میکنند؟ من از کجا دونم چیکار میکند؟ از او پرس. بین با دروازه گذاشته گل خورده ایستاده است. از پشت تو شده گل خورد. با من چه علاقه داره؟ من به او گفتم که با دروازه گذاشته گل خورده شین. اوه کودک بیچاره من باید تحصیل کرده دکتر میشد اما اینجا آمده گل خورد. سفسطه نگوی گلی. این چه علاقه دارد؟ چه علاقه دارد؟ آخر فوتبال بازی کردنش با دکتر شدنش مونیه نیست کو. انا احمد چکر رو بین او هم دکتر است. اول اینکه احمد چکر فوتبال باز نیست. راوی ورزش است. تو این روز کجا میدونی گلی؟ چه من از کجا میدونستم؟ دائما در تلویزیون به هنگام بازی داد میزند. از آنی که دیگرها رو اهمیت دهی نمیشد که پسر خودت را نگاه بین کنی. در اصل این کاری تو نمیبینی کودک از مکتب گریخته اینجا تو بازی دارد. سعید جان خیر بچه
چرا تو در وقت درس اومده اینجا تو بازی میکنی ها؟ پدر معلمون امروز نیومد درس نشد. وای خانم گلی جواب رو بین معلمش نیومده است. ای خیری مگر ما امروز به مکتب نرفتیم؟ بله رفتیم. چی شده است؟ چی شده است؟ بله گلی چی شده است؟ من از تو میپرسم. آموزگار به ما چی گفت؟ چی گفت گلی؟ چی گفت؟ از تو میپرسم گلی چی گفت؟ امروز به مکتب سعید نآمد گفت. ای نآمده باشد چی شده است؟ چی میشد عزیزم؟ معلوم میشود که امروز سعید جان به مکتب نرفته است. خوبو اما سعید جان هم میگوید که امروز آموزگار به مکتب نآمده است. تو به این چی میگویی گلی؟ خیلی لبای اگر آموزگار در مکتب نمی بود او را دیده نمیتوانستیم. دیده میتوانستیم؟ دیده نمیتوانستیم. دیده نمیتوانستیم. دیده نمیتوانستیم. سعید جان خر بچه پسرم ما به مکتب رفته با معلمت واخوردیم. پس ما چه خیل با معلمت واخوردیم. انا بید مادرت هم همین خیل گفته ایستاده است. آقا جان معذرت میخوام دخالت کردن نمیخواستم. عجبا بعد از مکتب رفتن سعید جان معلم مکتب نرفته باشد میگویم. تو در گپ نسید داملو. بین گلی دوملو چی میگوید؟ من هیچ چیز رو نفهمیدم. به خدا من این رو نمیدونم خیری، لیکن این دوملو روحی زن رو میدوند. به خدا این چه علاقه دارد گلی؟ چه علاقه دارد؟ خدایا توبه آخر معلم سعید جان مرد است زن نیست کو؟ ای خیری این رو نمیدونم. بازی باگی اون سومکچه‌ای در دستش بودن دیگر. خدایا توبه آقای دوملو بخیر است انشالله. این سومکچه در دستت بوده زنانه نیست مگر؟ بله آقا جان من امروز آیله دار میشوم. بین با خدا داملایت دهانه میگه که روز توی داری. سعید جان من کار دارم با تو سر و کار گرفته نمیتوانم. روزهای خوش. روزهای خوش آقای دامولا روزهای خوش. ببین گلی باز گشته به من روحی زن پوهی زن میگویی. چه علاقه دارد؟ دامولا آیله دار میشده است از همان سبب سومکچه زنانه گرفته است. مایلش خیری من مگر زن نیستم که ذوق ندارم. یعنی من مگر زنی با ذوق نیستم. تو چرا به من سومکچه نمیخری خیری؟ خدایا توبه گویا که هیچ وقت سومکچه نگرفتم مگر در وقتهای پیش سومکچه نگرفتم بودم. من از تو من رفتم. این رو نفهمیدم. آن را نفهمیدم. البته تو منو نمیفهمی. خدایا توبه نفهمیدم. من دیگر با تو صحبت نمیکنم. من تو را نمیکنم. یک سومکچه بودم. چه دان زده ایستاده من تو را نفهمیدم. های ابله‌های نابکار چخیل از دست دادید. اگر اون سومکه را نیابید شما را زنده به زنده گور میکنم. اون سومکه را میابید. مایلش سردور خانم زهرا مرحمت برای شما گرفتم. این چی است مولا؟ همیان برای شما گرفتم. بسیار خوب فکر کردید. ای بسیار زیبا بود است. با من جوزدان بسیار معقول است. رحمتی کلام. حقیقت معقول شد. البته که معقول شد. مانند جوزدان عروسی در نکاح استفاده میکنم. رحمتی کلام. خیر شما نکاح کنی ساخته را یافته توانستید؟ البته که یافتم. یک دوست سلین ما را نکاحی رسمی میکنه. شما مسئله داملای ساخته رو حل کردید؟ یافتم. من در رو برویتان ایستاده است. نه حالا آن کار را حل کرده نتوانستم. داملو این رو هر چیز زودتر حل کردن ملازم میفهمیده؟ میدانم خانم زهرا. حل بکنیم کوبینیم. لبای شوکت چی شد؟ چی؟ مایلش میایم. چی شد داملو بخیر است؟ هیچ چیز نیست. عادت هم کرده. با اجازت شما من باید روم. بار دیگر به شما تشکر زیاد. تا بازدید. باز تو را آزاد کردند؟ البته سر میدیم توشکای ما نباش آخی. چیکار میکنن؟ یه بار گفتیم اگه نان حلال خوریم ببین چیکار کردن. پسرم صاحب آنجا تو را گفت که اینجا را نگاه کن نگفت که به پلیس رشوه بده. ای کلاس خیلی رشوه اخلا تو هم میگه پنگو. تنها ما گفتم که بیا یگون تاج محل باشه گیرین. او کماندیر مرا نیتو فهمید و همه را گرفت جمع کرد. نخوادم گناه باشه. های باز گناه هست میگوین؟ یا خدایا توبه این عجیب بوده ایکو. نه برادر نه.
با فکرم با پیش من پیشک سیاه گذشته ای مرا یک کفصوف نمیکنی؟ شوکت و تو که یک خانده کفصوف میکنم میلش لیکن باز دیوانه تر نشوی کراگر برادر خید نکرده یا دقیقه ایستو یگان حرکتی ناجور نکن ما رو پای برده ایستوده یعنی چی خیل؟ کی؟ نمیدونم نفهمیدم در کجا؟ او در خفا ما ایستوده گیان که با فکرم که او اون شپ و شپیده پلوشونه گرفتیم هول خوردیم که میشود آخر همه چیز به سر ما میآید هموان میگی؟ بله در اینجا راحت هستیم در نزدیک شو به هیچ کار کردن نمیتواند اکو چی کار میکنیم؟ گوش کن بعدی سه گفتن تو آن طرف و من این طرف فهمیدی؟ بله زیر هول خورده عباسشون میدونی رب بخیر برادر که این رو زن میگیری ها سری به بالا تو در بالا میمونی ها شوکت این را نگو ای چی شد؟ شوکت ما چرا فراموش کردیم؟ چرا؟ آخر ما باید داملایی ساخته میافتیم او را ما حلش کردم حل کردی؟ آخی در تای فوکمو بوده ای؟ کی بوده است؟ داملا عزمی؟ داملا عزمی؟ اوه ای شوکت بیا مانی از برای خدا ایست صبر کن صبر بخیر سماک در راه مونده بله در راه ماندم آخر هیچ کس ماشینش رو من نمیکند آدم و آدمگری از بین رفته یه شینت به جای میرفتگی تو میبرم خدا هست راضی باشد پسرم باز تو را از کارت نمانم استغفرالله امک جان هیچ گپ ندارد رحمتی سراس من نیست آخی خدا رحمتش کند ای پسرم خدا از تو راضی باشد یا کلی رفتیم هی من یافتم کی را؟ هجری لبایست تو یگان بار نکاح کرده ای؟ هیچ نصیب نشد استاد لیکن خب انا این نکاح را تو بکن از راستی استاد؟ از راستی این نکاح را تو میکنی بیا خدا از شما راضی باشد استاد هجری بای با خدا یا برده کلای ما نزده ای کلاس کلای تو کلاسی ایده 100% میشه البته وای در حقیقت نکاح کرده میتونیست باشه نه خود نتونم خوب من با او یک گپ زنم میلش تو با او گپ زن ما یا به شوبه روم برم سون کارو بگیرم اخی با سر کردی غم نخرم مسئله من جورم دا وعده دادم که کارش حل میکنم با سری مرا در بالا نگذار کلاس جان زیغ نشه دیگه من تر غم نمیکنم انا نام شگیر گوش شکر سوالاش جواب که من یک گپ زنم استاد هجری بای خوب شد که واقعا یا که یک صحبت کنیم مایلش استاد هجری بای اصلا یک سوال پرسیدنی هستم از من پرسید استاد میپرسم وقتی آیله دار شدن حله هیچ اینقدر در هیجان نبودم انشالله به این هیجان دلم طاقت میکند
дар асл магар дили шумо ба ҳақиқат отоқат мекарда бошад, сохта будани ин издивоҷро исбот мекунам. мебинед. мелисҷон бисёр зебо шудаи-ку. раҳмати калом. ба худо бо ин зебогият одамонро дар ҳайрат мегузорӣ. модар, шумо чаро то ҳол тайёр нестед? ба никоҳ намеравам, аз ҳамин сабаб тайёр нашудам. خانم مگر برای رفتنتان دعوتنامه را انتظار هستید؟ модар, чӣ хел ба никоҳ намеравед? чӣ сафсада гуфта истодаед? ман барои чӣ ба никоҳи сохта мерафтам? модар, чӣ хел никоҳи сохта ин хел нагӯед? як чизи дигар ба шумо мегӯям. падарам ҳам дар он ҷо мешаванд. худашро бисёр зебо кардааст. магар ӯро танҳо мегузоред? хуб, майлаш. ақаллан туро наранҷонам. истед, ман ҳам ба шумо кӯмак мерасонам. дер карда истодаем. ҷавоб намедиҳам охир. апай ҳале шояд язнам сюрприз карда ба никоҳ меояд. не, омада наметавонад. намеояд. чӣ кардааст? ба беруни шаҳр ба амалиёт рафтанд. бо он зан Сарвиноз буд ку? бо ӯ рафтааст. аҳмақ, як рав. ҳоло ман ба ту нишон медиҳам. ташаккур. вай зуҳроҷон, бисёр зебо шудӣ. ай сохта рости ойладор мешавӣ. ба худо дар ҳаёҷона. селин, ту инро гузору. дар асл ман шаб чӣ кор карданамро фикр дорам. чӣ хел чӣ кор мекунӣ? бо домуло зиёд дар як ҳуҷра чӣ хел меистам? ай бале, ба худо. ана бин, мо инро ҳеҷ фикр накардем. не азизам, домуло зиё ин хел намекунад. чӣ хел ин хел намекунад? охир азизам, чӣ донам, яъне дар замин хоб мекунад ё дар ягон ҷои дигар? ту роҳат бош. хоб мекунад? намекунад? хоб мекунад? намекунад? хоб намекунад. натарс. иншоаллоҳ. ранги сурх кунем? фарқ надорад. чанд сол шуд кор мекунам. монанди шумо арӯси аҷибро надидам. кош ҳама монанди шумо мешуданд. би ана омад. ман ба ту гуфта будам ки аниқ меояд. кани рафтем? ассалому алайкум. монда набош. алейкум ассалом. марамад ака. о, шумо ҳамон одамое нестед ки ҳамҷара чичипит кардем, сумкача кофтем. хафа нашем бародаро, бори нав надорум. ҳамон бороай. дар асл ман дида будам чизи хурди босифат буд. як дӯст дорем, ба маҳбубааш ҳадя мекард. аз ҳамин сабаб шуморо нороҳат кардем. ака чӣ хеле буд гуфтӣ? сумкачаи арӯсӣ, рангаш сафед. сумкачаи болоша сангча дор? айнан ҳамон хел сумкачаи арӯсӣ. чӣ қадаре арзиш дошта бошад, пулашро медиҳ. ака сумда гап несту, шумо дер кардем. ман ӯро ҳадя кардам дар ҷурам. чӣ? ҳадя кардӣ? ба ки ҳадя кардӣ? чӣ хел ҳадя кардӣ? кане бигӯ. яка чӣ гап шид? ман ӯ сумкачаро дар ҷураи ҷоним ҳадя кардам. ирӯз тӯй дорад, домулои масҷида. он домулоро аз куҷо ёбем? эла далаи дайро моҳӣ қапидеса. ай куҷо меёвем? ай масҷид меёвӣ? ай куҷо меёвӣ бо? бародар, маҳаллаатон дар куҷост? гӯш кине, шумо чӣ хамара гаран кардестен? сумка мехарем ё домуло дар қӯратона? ина сумка марамад харен охи. охи мо ӯро як бидем, шояд ба фурӯхтан розӣ мешавад. ба фикрам намефурӯшад. хайр, ту бигӯ, шансамонро бисанҷем. маҳаллаатон дар куҷост? ака домуло масҷид кофта мегардем. ина сумка кадомеш маъқулай бигӣ? оёдам, сара вайрон накун. маҳаллаатон дар куҷост? вой манаку 500 метр поён равем мактабай. вақти гаштам масҷид маълум мешавад. ай пеш ту мебурояд. ин ҳаракатҳои нито накуне. чӣ хабоима мекунем ба сари мара? ба фикрам ки вай сумкачаро намефурӯшад, барое ки ман ҳадяш кардам. вой ман мекунам, хиёлшам ман метарсам ака. ташаккури бисёр писарам. хайр, то боздид. хайр, рой сафед бародар, то боздид.
خدایا ما رو دیگر ماشین نزند. آمین. شکر خدا. انا بین با آن دو دیوانه روبرو نشدم. امروز روزی خوب است. نهایت به مسجد میروم. با جماعت هم میخورم. انتظار شو جماعت. انتظار شو من آمدم. وضعیت را فهمیدی هجده بای؟ فهمیدم استاد. نیکاه چی خیلی کرده میشود گفتم مرا امتحان میکنی. یعنی در اصل وضعیت آسان است. امام حقیقی آمدن نکاح میکند. پیش از آمدن او سوادت در چه حالت قرار دارد یک سنجم گفتم. استاد خدا راضی باشد بسیار فکری خوب کردی. نمیارزد پسرم نمیارزد. خیر من هم به شما یک سوال دارم استاد. اگر نمیپرسیدی حیران میشدم. بپرس هجده. استاد فرض کردیم که من برای دسته فوتبالی دوست داشتم دعا کردم. در این حالت حق دیگر دسته ها را پایمال میکنم. تو مخلصی فوتبال هستی هجده بای؟ بله استاد. مخلصی کدام دسته ای؟ استاد من مخلصی دو دسته هستم. کدام دسته ها؟ استاد یکمش ارسنال. بسیار خوب رنگشون خوب است. دویمش لیو مسی. مسی؟ بله استاد. سرم آخر مسی دسته نیست کو؟ استاد میدونم لیو مسی خودش تنها مانند یک دسته است از همین سبب. علاوه بر این استاد تماشا کردید بعد از گل زدن رفته این خیل در کنار دعایش رو هم میکند. بسیار بازیگری خوب است. بسیار دوستش میدارم. البته راست بگی. سوالی تو چی بود هجده بای؟ استاد وقتی که من در حق دسته دوست داشتم دعا میکنم حق دیگر دسته ها پایمال میشود؟ نمیشود هجده بای. یعنی چرا اینطور؟ چون که طرفداران آن دیگر دسته ها هم برای دسته های خودشون دعا میکنند. یعنی در این حالت حق یگان دسته دیگر پایمال نمیشود. فهم استاد. خدا از شما راضی باشد. مالش از تو هم راضی باشد. خیر هجده بای تا بازدید. خودش چی گپ؟ اینقدر گریختم باز این آدم به من روبرو شد. این رو بین باز لباسهای دامنو را پوشیده است. دیوانه میشوم. دیوانه. شکر خدا نهایت رسیدم. جماعت نباید انتظار شود. خدایم با تو شکر گزارم. سلام آمد. و علیکم السلام برادران. مرحمت. چی خدمت؟ امک دامولای مسجد رو میشناسی؟ مگر نمیشناسم؟ او رو بسیار از نزدیک میشناسم. شخصا من هستم دامولو. مرحمت. معلوم که شماه. بله. باز اویلدار میشنی ها؟ تو ابلهه. تو چیز حسته میگویی برادر؟ یا خدایا مگر در این محله یگان شخصی با عقل نیست که با من رو برو شود؟ یا خدایت کن. ما از این محله نیستیم. از این محله نیستید؟ نیستیم. دیوانه های این محله نمیرسیدن که باز از اطراف نمام میخورن. مرکز اینجاست. یعنی در اینجا وام میخوریم. کنی از پیشم دور شوید. چی سفسته گفته ایستاده ای؟ مرا خوب گوش کن. از پس عروست رو گریان گذاشته نمیخوای ها؟ چی خیل عروس برادر؟ تو چی گفته ایستاده ای؟ خیل آیلدار شده ایستاده ای. چی خیل آیلدار میشم؟ مگر شما دیوانه شدید؟ آیامد بسیار گپ نزن. سومکچه در کجاست؟ سومکچه؟ چیکار سومکچه؟ اینها در هوا پرواز دارند. یا خدای تابا کنی از پیشم دور شوید. مرا جماعت منتظرند. بیا بابا میرم. مرا سرگرد. مرا مجید آمدم. راگرد. جماعت مرا انتظار جماعت. در حقیقت خیلی که شوکت گفت در نکاح مگر برکت باشد. شاید بعد این نکاح زهرا مرا دوست دارد. سرت را آمیخته نکن ای پسر. ای برادر ای آخر کمی صبر کنه. در رو شکستید آخر. السلام علیکم دامولو. و علیکم سلام. هر چی زودتر باید به مسجد رویم. خیرش با چی واقع شد؟ دامولو یک جنازه است. برای نمازش انتظارم. مرده همین روز نمیمرد می. برادر آخر من این روز آیله دار میشوم. نمیتونید مگر نمیدونیم دامولو. میدونیم و دامولو ما گفتیم که برای جنازه یگان دامولوی دیگر را یابید. اما اون دامولو هنگام آمدن به صدمه دچار شده است. به دامولو ماندیم. آخر من حاضر نکاح دارم برادر. مگر روزم نمیدهید؟ دامولو این خیل نکنید. از شما بسیار خواهش میکنم. مرده را به نماز جنازه کار کنیم. بسیار گناه میشود دامولو. مایلش میآیم. روید میآیم. خیر. ای خدایا. گوش کن دامولو. جای سومکه رو به من بگو.
نباشد میکشم. چی خیلی سومکا؟ من یگون سومکا را ندیدم. یا خدای توبه، در من یگون خیلی سومکا نیست. آخر شما با من باور نمیکنید. یا توبه. بعضن گویله‌دار میشوی گرفتی کو؟ یا استغفرالله. چه خیلی اویله‌دار شدم برادر. من آخر اویله‌دار هستم. 45 سال میشود اویله‌دار هستم. گوش کن دوملا. گفتن که دوملای مسجد اویله‌دار میشود. و دوملا دروغ گفتن نمیزنه. من دروغ نگفته ایستادم برادر. چه خیلی دروغ؟ یک لحظه. حاضر میپرانم. من زود خایل شو. بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه دهید شناسنامه را میبرارم. یک ثانیه ایستید. انا برادر و شناسنامه من بینید در اینجا آیله دار بودن نبودن من نوشته شده است. اینو برکت. ها این آدم آیله دار است. ها دیدی؟ این کاریان آدم است. من گناه ندارم. و جای من یک کس خودش را داملا گفته در محله میگردد. او دیوانه است، ساختکار است، بسیار رذیل است. شما مرا مانید و او را دستگیر کنید. همه کار از پشت اوست. خطا کردیم. آفرین. شکر خدا نهایت به من باور کردید. اینها برو با کجا؟ پرداخت رفتند. من اکنون من راهم را چی خیلی میابم؟ دیوانه. با سرم چیزی آمده باشد همش از رایت آمده است. ترا یابم کو. خیر اکنون من به کدام طرف روم؟ خیر انا به همین طرف برم. تشکر زیاد. جانم نبیره یکتایی من. بابا جان این لحظه را همیشه آرزو داشتم. تو را این خیل دیدم اکنون. مورم هم غم نمیخورم. بابا جان لطفا این خیل نگویید. از این بعد در برت نباشم هم در بر تو همسری دوست دارت می شود. در ارمان نمی روم. بابا جان لطفا شما همیشه در بر من می شوید. همین خیلی با من وعده دهید که مرا هیچگاه ترک نمی کنید. وعده می دهم. ای بسیار غمگین شدم. کسی نفهمد؟ فکر میکند که دختر رو با مهاجرت فرستاده ایستاده است. این رو بینه. مادر شما چه اینقدر بیرحم شدید؟ ای بابایم بیمار است نمیدونید مگر؟ زهرا هنگامی که بابایت رو فریب میکند بیرحم نمیشود و من این خیل گویم بیرحم میشوم ها؟ این نکاح ساخته چرا باور نمیکنید؟ این رو بین گویا حالا همه بگیره می آمده باشد. مادر اکنون اون مسئله ساخته رو محکم کنید آخر التماس. چی بوده است؟ ساخته است آخر. مانند شاه دختر شده. با تو خوشبختی ها خواهانم جونکم. اپا جو. خیر داملا زیادر کجاست؟ باز دیر نکند. الیو زیاد در کجای تو رو انتظاریم؟ یک دقیقه. بابا جون یک نفر وفات کرده است. زیاد باید جنازه او را خوند. خیر اینطور باشد ما می رویم. میمانان انتظارند. عیب می شود. تو باشی داملا زیا را گرفته به اینجا بیا. میلش خوب؟ میلش؟ زیا جان میلش نباشد. من کمی پس به نزد شما می آیم. میلش عزیزم تا بازدید. برادر در اینجا یک داملای بوده است که امروز اویله‌دار میشده است. داملو زیا؟ ها حاضر او در مسجد است. نماز جنازه خونده ایستاده است. بعد باشد توی دارد. رحمت
سومکچه در آنجا در دست عروس. سردارم توی با توی رفته استادم با توی مگر این خیلی میشود میدونم البته وظیفه اساسی و اولی من بیانگه حل امیر میرسونم که شما دوستش میدونین. قرطق جب شدم نفسم گرفت سردار نفسم گرفته پدری مردمه نه یکون دشمن نبود خودم با دستی خودم قریب خدمه قرطق جب کنم که شما الو خاموش کن خدا بگره توری گرست کن قریب بود که جوانی مرگ میکردی لبیت لیا شاید. خانم زهرا و خدا که مانندید پری شده. تشکر زیاد دوملا بسیار دیر کرده استاده میرویم لیکن من باید لباس شاهیم را ببر کنم. در راه لباس رو میپوشد میشود؟ لباس در خانه است. خیر رفته میگیریم. مالش رفته میگیریم؟ اگر زید نباشد ماشین را من رانم. مالش زود باشد. خیر اکن در آنجا در یکون جایش میپوشم لباس را. مرحبا. مالش تشکر زیاد. خانم خوش آمده. خوش باشید. شما خوش آمده. شما خوش آمده. خوش باشید. برادر خوش آمده. خوش باشید. نوشتن گیر شاعر میشوی. شما هم خوش آمده. خوش باشید. خوش آمده اکه. خوش باشید. خب بیشتر کاکا. خدمت خوش آمده. سیوال جان اکن رویت رو تروش نکن التماس انا بین کسی بیند میگوید که به جنازه رفته ایستاده. مهمانان عزیز من یک چیز رو نفهمیدم. جنازه رفتیم یا که توی کمتر خورسندی کنی؟ بله راست. هم خیلی برادرها باید در توی آخی یک خورسندی کنی قاش قواقتون کشال. من فکر کردم کسی مرده آخی. راست درست گفتی. این خیلی نمیشود آخی. حاضر من خورسندی را به شما نشون میدم. توی مبارک شوده باز مبارک توی مبارک شوده باز مبارک استای لنگ سر تراش سر پاویز در تراش آشه شب بر میگون بر سر شب پاکت چون مبارک شوده باز مبارک توی مبارک شوده باز گلدختری نازنی عروسی مبارک. خوش آمدید میمانا. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. اینها کجا شدن؟ خوش آمدید. زنگ زدم بابا جان در راه بودم تو مده ایستادم. خوش آمدید جناب. خوش آمدید. خوش آمدید. دامولا چی کار کرده سری مرا کشتن میخواهید؟ البته نکاح ساخته بودم میتواند لیکن آدمان در آنجا بوده رو انتظار نکنانه میگویم. شما بسیار دراندیش بودید بسیار تاثیرم کرده. تشکر زیاد خانم. آهسته این لپشانکی باشد. مال کن. دامولا آدمانی سلاح دار در دستشان سلاح هست. دامولا مال کن. خانم زهرا واهمه نکنید لطفا آرام باشید. تر باش. خانم زهرا به خدا که حالا به همین شیوه چپه شده میرویم کمی آرام باشید. داد نزنید. دامولا چی گفته ایستادید مرا ترسانیده؟ خانم زهرا از آدمای گفتن پراتون رو خم کنید. آخر پرونده ایستاده. پلیس زنگ میزنم. نه خانم نه با پلیس زنگ زدن لازم نیست. چی خیلی چرا لازم نیست؟ خانم زهرا مگر ساده هستید از برای خدای خیل نکنید. بس سادگی چی علاقه دارد؟ این آدمان ما رو میکشند. خیر اگر پلیس در این کار همراه باشد یعنی چی خیلی؟ میشود شما فیلمی وادی گرگان را ندیده اید؟ دامولا صف زدن نگویید با فیلم چی علاقه دارد؟ چی خیلی فیلم؟ از نیم زیادی واقعه های آن فیلم به حقیقت نزدیکند. حالا ما چی کار میکنیم؟ با پلیس زنگ نمیزنیم؟ نه خانم زنگ نمیزنیم. آخر چرا؟ آخر خانم زهرا البته من یکون چیز رو میدونم که به من اعتماد کنید. آخر خیر دامولا آنها چرا از دنبال ما هستند؟ از ما چی میخواهند؟ نمیدونم اکنون حالا من کرده با شما این رو فهمانم. دامولا من کردنش چیه؟ این آدمان ما رو پیگیری کرده ایستادن در اینجا فهمانید. نمیدونم این آدمان چرا از خفای ما هستن نمیدونم. دامولا چی کار کرده ایستاده در اینجا در اومدن من عصبیشته شده است. به خدا که یک آواز از وجودم میگوید که با آنجا بیرون. آواز داخلی هم به فکرم نشانه است. البته آواز داخلی هم سخت‌تر داره.
تموم کردم. لبه سردار، آنها را تعقیب کرده ایستاده. ملک سردار، فهمیدم. گاز را زیر کن. دوملو چی کار کرده ایستاده؟ دوسته پیرانه داخل به صدمه دچار بشویم. به خدا شانسی از صدمه نجات یافتن داریم، اما اگر به دست این آدمان رفتیم هیچ شانسی نداریم خانم زهرا. هی گاز را زیر کنید، باز هم دستر شما میتوانید. نه همین خیلی خدایا توبه. گاز را زیر کنید، زودتر باشید دوملو زیا میتوانید. زیر کنید. بودم نه که دیر میکنید. ببخشید رئیس جان. بیا هایکو. خوب شد. ای گوش کن. بیا علیدین یک جو معرکه میریم دیر میکنه. موزی بعد تو با دیری بند میکنی. بیا فرو من خودم میکنم. شما میکنی؟ من خودم. اون رئیس جان چه میشه؟ چی نمیشه. بیا. من خوب شد. یه رئیس آدم عجیبی است. شین. دوباره بعد مراتبای دیون دیر نکن. شین. خوب شد است. خوب ناز میبینی علیدین؟ رئیس راست گپ خوب نکردیم. کجا خوب نکردیم؟ دیر میکنه. ما تو گفتم بر وقت بیا. جان میبخشید کمتر کار برام اومدم امروز. رئیس ایره بین با ایره هایکنیش بین. چه صدایی؟ این من نمیفهمم چی این مرد. رئیس میبخشید. این چیکار میکنه رئیس این برادر بینی؟ این قبار رو زده. اینا میخیل الان اینو. من کوی نبی. من کجا من کد رئیس. ای برادر چی بگو؟ کلیتی 17,000 یکا؟ ای همین ماکو ای 17 تو 24 شا همه چلی کن خطی تو میتون برابو تای پایانمونی شیار با 0023 و 0024 زنگ زنید کد موسیقی را گرفته تگمه دعوت را پخش نمایید. تمام عمر از پشت تو دویدم خطا کردم دل را بر تو دادم نگو یک روز از اینجا میرم من از عشقت سیرم به خدا دیوانه میشم از غمی توش نمیدیدم همین روزهای جدایی را از لبهای سردم خنده آرزومای راستی دلی خستم هیچ کس نمید با مهر و با محبت قلب من کرد عادت عشقم هستم عزیزم احساس کردم که خود رو برایم بیگونه میخوانی اکنون حس کردم لایق تو نیستم این رو احساس کردم عزیز و خیار بسگران افتاده است بر فصلی بهاری ما خزان افتاده عشقم از دوریت میسوزم انتظاری میکشم میدانی چقدر انتظار